سوره مطففین یعنی کم کنندگان در مکه نازل شد. 36 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. ویل للمطففین. وای بر کم فروشان. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. آنان که چون از مردم پیمانه می ستانند آن را پر می کنند. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. و چون برای مردم می پیمایند یا بر می کشند از آن کم می کنند. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. آیا اینها نمی دانند که زنده می شوند لیوم عظیم. در آن روز بزرگ. یوم یقوم الناس لرب العالمین. روزی که مردم به پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. حق ها که البته اعمال بدکاران نوشته شده در سجین است. و ما ادراک ما سجین. تو چی میدانی که سجین چیست؟ کتاب مرقوم. کتاب است نوشته. ویل یومئذ للمکذبین. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان یعنی دروغ برآورندگان. الذين يكذبون بيوم الدين. آنان که روز جزا را دروغ می حسابند. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. و آن روز را فقط از حد گذرنده گناهکار دروغ می حسابد. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. چون آیات ما بر او خوانده شد گفت افسانه های پیشینیان است. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حق ها در کارهایی که کرده بودند به دلهاشان غالب شده زنگ بسته است. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حق ها که در آن روز از دیدار پروردگارشان محجوب یعنی محروم باشند. ثم إنهم لصال الجحیم. پس آنها به جهنم درآیند. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. و آنها را گویند این است آنچه دروغش می شمردید. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين. حقا که عملهای نیکان در علیون مکتوب است. وما أدراك ما عليون. و تو چی میدانی که علیین چیست؟ کتاب
مرقوم کتاب است نوشته يشهده المقربون که مقربانی یعنی نزدیک شدگانی الله در آن می نگرند. إن الأبرار لفي نعيم البته نیکان در نعمتند، على الأرائك ينظرون بر تخت ها نشسته و نظاره می کنند. تعرف في وجوههم نظرة النعيم بر چهره هاشان تراوت نعمت را بشناسی. يسقون من رحيق مختوم از شراب خالص که بر سر آن مهر نهاده اند سیراب می شوند. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مهر آن از مشک است و پیش دستی کنندگان در آن بر یکدیگر پیش دستی کنند. ومزاجه من تسنیم آمیزه آن تسنیم است، یعنی با تسنیم آمیخته. عینا یشرب بها المقربون چشمه است که مقربانی نزدیکانی درگاه الله از آن می آشامند. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون گناهکاران به مؤمنان می خندیدند وإذا مروا بهم يتغامزون و چون بر آنها می گذشتند به چشم و ابرو اشاره می کردند، یعنی با نیت مسخره. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين و چون نزد کسانشان باز می گشتند شادمانه باز می گشتند. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون و چون آنان را می دیدند می گفتند که اینها گمراهانند. وما أرسلوا عليهم حافظين و حال آنکه آنان را به نگهبانی و محافظت عملهای مؤمنان نفرستاده بودند. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون و امروز مؤمنان به کافران می خندند. على الأرائك ينظرون بر تخت ها تکیه زدند و می نگرند. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون آیا کافران برابر عملهایشان جزا یافته‌اند؟